برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. برنامه تحلیلی دیدگاه است و من شوکت محمد امروز درباره واخوری رئیس جمهور امام علی الرحمن با طبیبان و دروغ و فریب‌های پررویانه‌اش صحبت می‌کنم. یکی از اصول‌هایی که امام علی الرحمن برای تبلیغ یا حداقل سفیدکنی خودش و حکومتش استفاده می‌برد، رقم بازی در ارائه آمار است. امام علی الرحمن رقم‌های آماری را چنان نمایش می‌دهد که در ظاهر از پیشرفت‌های بزرگ حکایت بکنند، اما اگر بالایشان دقت بیشتری داده شود، سر بازی‌هایش افشا می‌شوند. در واخوری امروزش با طبیبان نیز رئیس جمهور از همین اصول قدیمی کار گرفته، با رقم بازی به طبیبان منت‌های زیادی نهاد. به طبیبانی که فریب داد، تحقیر نمود، معیوب مسلوق کرد و ده‌ها نفرشان را در این گیریدار کرونا کشت. تماشابینان عزیز، به فریب و تحقیر کشتار طبیبان از جانب رئیس جمهور بدتر می‌پردازیم. حالا به واقعیت امروز بنگریم. در سخنرانیش رئیس جمهور تاجیکستان با ارائه نادرست رقم‌ها بار دیگر صدها طبیب را تحقیر کرد. منت کرد که بودجه ساحه تندرستی به 1 میلیارد و 841 میلیون سومانی رسیده، از سال 2008 تا این زمان 7.2 برابر بیشتر شده است. واقعا در ظاهر بالاروی خوبه، اما این 7.2% دروغ محض و فریب نظر است. مقایسه قرب پول بین این سالها و تورم نشان می‌دهد که امام علی الرحمن این رقم را 4 برابر بزرگ نشان داده است. در سال 2008 قرب $1 برابر به 3.4 سومانی و امسال به 10.2 سومانی برابر می باشد، یعنی 3 برابر کمتر. اگر طبق گفته امام علی الرحمن بودجه ساحه تندرستی 255 میلیون را تشکیل میداد، پس آن برابر به 75 میلیون دلار بود. بودجه امساله ساحه باشد به 180 میلیون دلار برابر است که همگی 2.4 برابر بیشتر از سال 2008 می باشد. اما دوام این سالها خود دلار ایالات متحده آمریکا 23% تورم دیده است که در نتیجه 180 میلیون دلار امساله برابر به 138 میلیون سال 2008 است. یعنی بودجه ساحه تندرستی همگی 1.8 مراتب بالا رفته است که از دعوای امام علی الرحمن 4 برابر کمتر است. همچنین امام علی الرحمن دعوا کرد ماهانه طبیبان از سال 2007 تا این زمان 20 برابر بالا برده شده است. ما آمار ماهانه سال 2007 را جستجو نکردیم. فرض میکنیم که رئیس جمهور انیقترش نفری که این برآمد را به او تیار کرده داده است، ضرب و تقسیم را درست انجام داده است. بگذار چنین باشد، اما این دعوای او هم طبق حساب قبلی آویختن اگرا به گوش مردم است. اگر یک طبیب در سال 2007 مثلا 75 سومانی ماهانه می گرفت، آن برابر به 20 دلار بود. 20 دلار. و اگر حالا 1500 سومانی معاش می گیرد، برابر به 140 دلار است. با در نظر داشتی تورم دلار، ماهانه طبیبان هم همگی 5.3 برابر بالا رفته است، نه 20 برابری که امام علی الرحمن می گوید. همین 5.3 برابر بالا رفتن ماهانه طبیبان هم واقعا دستاوردی بزرگ است، اگر واقعیت دیگری نمی بود. طبیبان امروز در کشور از 800 تا 1500 سومانی ماهانه می گیرند که حساب میانه آن برابر به 100 دلار است. 100 دلار. طبیبان تاجیکستان با وجودی 5.3 برابر بالا رفتن معاششان یکی از کمترین معاش ها در جهان را می گیرند.
یکی از کمترین معاش ها در جهان. اما رئیس جمهور به طبیبان منت میکند که ما ماهانه شما را 20 برابر بالا بردیم. 20 برابر بالا بردند، معاش طبیب $100 شده است. این منتگذاری امام علی رحمان به طبیبان از این جانب هم تحقیر است که ماهانه اشان برابر درآمدی یک روزه برخی از آنهاست. عده از طبیبان این $100 را در یک روز درآمد میکنند. البته ما طبیبان را گناهکار کردنی نیستیم که غیر قانونی درآمد میگیرند. اگر آنها با این ماهانه 20 برابر افزودگی پیشوایشان زندگی میکردند، حالا دیگر زنده نبودند، از گرسنگی میمردند. در سخنرانیش رئیس جمهور رقم بازی های زیاده کرد. یک مثال دیگر، امام علی رحمان گفت اگر در کشور تا سال 1991 همگی 2862 مؤسسه تندرستی فعالیت داشته باشد، پس در زمان صاحب استقلالی این شماره قریب 2 برابر افزوده سال 2020 به 4369 رسیده است. یعنی 1507 مؤسسه زیاد شده است. اولا آن همگی 1.5 برابر افزایش یافته است. ثانیاً امام علی رحمان فراموش کرد بگوید که اهالی تاجیکستان در این مدت از 5,400,000 به 9,200,000 رسیده، 1.7 برابر افزایش یافته است. یعنی ساختمان مؤسسه های تندرستی از رشد اهالی عقب مانده اند. این را حساب نکرده است. ولی این هم همه واقعیت نیست. حالا من به شما چیزهایی را میگویم که در حیرت میمونید. طبق اطلاعی که پیام در دست دارد، در زمان استقلالیت در تاجیکستان یگان بیمارخانه پور با پول دولت ساخته نشده است. دولت یا بیمارخانه های قبلا نیم ساخته را به انجام رسانیده است و یا آنها را مردم و سازمان های خیریه و کشورهای دیگر ساختند. این را تمام طبیبان کشور میدانند. حداقل 1000 مؤسسه طبی از 1507 که امام علی رحمان لافش را میزند از طرف مردم و با پول مردم ساخته شده است. چیز دیگر، هرچند که بودجه هم پول مردم است، لیکن این ساختمان ها مستقیما به شرکت بودجه و دولت انجام شده اند. با این وجود رئیس جمهور از منبر بلند به سر مردم بیمارخانه ساز و طبیبان ماهانه اشان کمترین در جهان منت میکند که ما برایتان بیمارخانه ساختیم. تاریخ بیمارخانه ساختن هایم خودتان میدونید. بیمارخانه را میسازند، امام علی رحمان قیچیش را گرفته میرود، با آن بیمارخانه چندین اسباب های طبی زمانوی را میبرند، لینتر را امام علی رحمان میبرد، 1-2 روز میگذرد، این اسباب های زمانوی به بیمارخانه نوی دیگری که باید افتتاح شود کوچانیده می شود یا انتقال داده می شود. انا همین خیل امام علی رحمان با ارائه انا همین گونه رقم ها به آنهای منت میکرد که همگی 3 ماه قبل تحقیر و فریب و معیوب کرد و 10 نفرشان را کشت. چه خیل کشت؟ زمانی که اکثر طبیبان از پهنشوی ویروسی کرونا بانگ خطر میزدند، حکومت امام علی رحمان به خاطر یک جشن و 2 ساعت رقص و بازیش وجود آن را در تاجیکستان انکار کرد
و همین سبب شد ویروس به تمام کشور با سرعت پهن شود. سپس خودش در پناهگاه جا گرفت و کشور را به دست ویروس سپرد. بعد 2 ماه اولین آگاهی ها از پهنشوی ویروس، بالاخره امام علی رحمان وجودی آن را اعتراف کرد و گویا برای جبران تحقیرش به طبیبان وعده کرد که به آنها برای 3 ماه در حجم ماهانه 1 ماههایشان علاوه پولی پرداخت میکند. اما فریب کرد. با گذشت 4 ماه از این وعده تا حال یگان طبیب این پولی وعده شده را ندیده است. ما این را بارها گفتیم. پست اینها غفص است. حتی همین پولی که وعده شده است و به طبیبان نرسیده است، خود رئیس جمهور هم در سخنرانیش ضمناً اقرار کرد. امام علی رحمان گفت با مقصد دستگیری طبیبان و همشیره های شفقت با امر پرزیدنت مملکت از 1 می سال 2020 علاوه پولی به مزد مهنت کارمندان ساحه طب در حجم 12.4 میلیون سامانی به امضا رسید. یعنی نگفت که آن به طبیبان پرداخت شده است، فقط امضا شده است در روی کاغذ. تمام. کار امام علی رحمان در این سمت تنها با تحقیر فریب تمام نشد. چنانه که گفتیم، امام علی رحمان و حکومتش با تامین نکردن عادی ترین مواد بهداشتی و محافظتی به طبیبان، طلب و تاراج و فروختن کمک های از خارج رسیده، صدها نفر آنها را گرفتار ویروس کرونا کرد که در نتیجه 10 طبیب ورزیده و متخصص کشته شدند و صدهای دیگر سلامتی خودشان را از دست دادند. با این همه امروز جای آن که از طبیبان عذر پرسد و به آنها عرض تسلیت کند، با وقار و پررویی تمام به منبر برآمد و با آنها منت کرد که ماهانه اشان را در 13 سال 20 برابر بالا برده است یا برایشان جای کار آفریده است. گویا آن را از کیسه خودش می پردازد. امام علی رحمان نه تنها کمترین سهم در بالا رفتن بودجه ساحه تندرستی و ماهانه طبیبان، ساختمان مؤسسه های طبی و افزودن شمار دانشجویان دانشگاه طبی ندارد، بلکه حتی کمک هایی را که خارجیان میفرستند از خود میکند و به فروش میگذارد. برای این ما 10 دلیل تا امروز آورده ایم. تنها همین که دامادهای شمس الله و محمد ظاهر صاحب فا و پسرش رستم امام علی کمک های خارجی را از نام خودشان به بیمارخانه ها بردند، در حالی که 90% این کمک ها غیب زده اند، می تواند دلیل شود که شخص رئیس جمهور در دزدی کمک ها دست دارد. همین طور نه؟ امروز باشد خود امام علی رحمان شخصا به این اقرار کرد، به ان همین دزدی ها. ضمن برآمدش امام علی رحمان گفت در این دوره از کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی نیز به مبلغ قریب 34 میلیون سامانی کمک های بشردوستانه رسیدند که به آنها برای یاری سری وقتی اظهار تشکر میکنم. همگی 34 میلیون سامانی. رئیس جمهور رقم را درست گرفتی؟ رقم را درست گفتی؟ 34 میلیون سامانی همگی؟ در حالی که طبق حساب ما حجم کمک های خارجی در این دوره تنها برای مبارزه با کرونا ویروس و کم کردن عاقبت های تأثیر آن حداقل 3.5 میلیارد سامانی را تشکیل داده است. روی خط را بنگرید. یعنی امام علی رحمان آن را 100 برابر کمتر نشان می‌دهد. 100 برابر. تماشابینان عزیز، رئیس جمهوری که پر رویانه گفته روزها نقل
به مردم دروغ میگوید، مردم را فریب میکند، مگر حق معنوی رهبر دولت بودن را دارد؟ خودتان قضاوت کنید. این بود برنامه امروزه ما. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه نت، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه رادیویی پیام گذاشته می شود. همچنین در رادیوی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان روسی و تاجیکی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می شود. چندین برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می شوند که امیدواریم پسند شما می گردد. ضمیمه رادیوی پیام برای تلفن‌های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.